بدیهی است اگر بخوایم که اون شرایط آموزشی رو با کیفیت بالاتری ببریم و جایگاه رو ارتقا بدیم، نیازمند افزایش ساعت‌های آموزشی و همچنین رانندگی در شرایط خاص رو هم به این افراد آموزش بدیم. ما اتحادیه صنف آموزش‌های رانندگی استان تهران الان پلتفرم آموزشی رو، اون زیرساخت‌های آموزشی رو اعلام کرده، آماده کرده که میتونه اتحادیه صنفی اینها رو در اختیار عموم قرار بده. پیشنهادتون برای میزان ساعت آموزش چیه؟ 30 جلسه 2 ساعته برای آموزش ابتدایی هستش. برای آموزش‌های تکمیلی حداقل 30 جلسه دیگه هم برای اون آموزش‌ها در شرایط خاص هستش. آموزش تکمیلی مثل چی؟ رانندگی در زمین‌های لغزنده، شرایط خاص. بله، شرایط خاص. زمین‌هایی که در یخبندان هستش، حتی در زمین‌های شنی